سلامی پرنشاط خدمت کاربران غریب شاپ. امروز با معرفی بخور انجلز 11 فرشتگان 11 در کنارتان هستیم. فرشتگان 11 بخور ترکیبی از کمپانی برونی اود است که از برخی سمق‌ها، چوب‌ها و ریشه‌ها و گیاهان معطر با روحانیت قدرتمند ساخته شده است که سوزاندن آن به تعادل 7 چاکرا و افزایش انرژی مثبت کمک می‌کند. فرشتگان 11 جزو بخورات تخصصی علوم غریبه است که از آن در اعمال معنوی متافیزیک همچون ریاضت‌ها، ابطال سحرها، اعمال سلوکی و غیره استفاده می‌شود. مصرف این عود برای عالم علوی است و اساتید که مناسک علوی و سماوی انجام می‌دهند یا دعا و طلاسم علوی کتابت می‌کنند بهتر است با توجه به طبع موکل خویش یا خدام عمل از این بخور استفاده نمایند. در واقع فرشتگان نوری نیازی به بخور ندارند و از عبادت تغذیه می‌کنند، اما در این بین جن‌ها یا موجودات متافیزیک دیگری هستند که از پرستش خداوند به مقام فرشتگان رسیدند و می‌توانند موکل شوند یا خدام طلاسم گردند که این بخور برای ایشان ساخته شده است. هرچند که فرشتگان نوری نیز جلب این بخور خواهند شد، زیرا باعث پاکسازی محیط و افزایش روحانیت شخص می‌گردد. بخور انجلز 11 دارای قدرت فوق‌العاده است که بسیاری از ساکنین عالم بالا به آن اشتیاق نشان می‌دهند که همین مورد باعث می‌شود در صورت سوزاندن این بخور آرامش در محیط حاکم گردد. بخور فرشتگان 11 تنها مخصوص به افراد متمکن در علوم روحانی نیست، بلکه اشخاصی که به عبادت و گفتن اذکار اشتیاق دارند می توانند حین انجام کارشان از این بخور بسوزانند تا معنویت درون و محیط پیرامونشان به حد اکثر برسد. همکنون می توانید بخور انجلز 11 فرشتگان 11 محصولی از کمپانی برونی اود را از غریب شاپ خریداری نمایید و در اعمال متافیزیک خود مورد استفاده قرار دهید.